به نام خدا. باشگاه 5 صبحی ها، فصل سوم. یک ملاقات پیش بینی نشده با یک غریبه شگفت انگیز. جوری زندگی نکنید که گویی هزاران سال از عمرتان باقی است. سایه تقدیر پیوسته بر روی شماست. پس تمام سعیتان را بکنید که در زمان زندگیتان وقتی هنوز فرصتی برای نفس کشیدن بر روی زمین دارید تبدیل به انسانی شگفت انگیز و بی همتا شوید. مارکوس اورلیوس، امپراتوری رومی. خب، خانم کارآفرین به افرادی که در سمینار ملاقات کرده بود دروغی گفته بود. اینکه آنجا بود تا فرمول‌های شگفت‌انگیز سخنران برای افزایش خلاقیت را آموخته و در کنار آن ریشه‌های عصبی تعالی فردی را که سخنران بزرگ با رهبران صنایع در میان می‌گذاشت کشف کند و خود را متعجب نشان داده بود، زیرا انتظار داشت شیوه استاد سبب شود تا کسب و کار وی از رقبا پیشی بگیرد و تجارتش در اسرع وقت نبض بازار را در مشت خود بگیرد. البته شما دلیل حضور واقعی او در این سمینار را می‌دانید. او فقط می‌خواست امید از دست رفته‌اش را باز یابد و زندگیش را نجات دهد. هنرمندی در سمینار حضور داشت که می‌خواست منبعی برای تغذیه خلاقیت کشف کند و توانایی‌اش را به حدی بالا ببرد که با نقاشی‌هایش اثری جاودان در این رشته از خود بر جای بگذارد. و مرد بی خانمانی که احتمالاً وقتی کسی آن اطراف حضور نداشته خود را به سالن کنفرانس رسانیده بود. خانم کارآفرین و مرد هنرمند کنار هم نشسته بودند. این اولین ملاقات آنها بود. هنرمند با بیقراری موی بافته شده مدل باب مارلی‌اش را تاب می‌داد که کارآفرین پرسید: به نظرتون مرده؟ صورت خانم کارآفرین کشیده و زاویه‌دار بود. چین و چروک‌های زیادی مثل شیارهای یک مزرعه روی پیشانیش به چشم می‌خورد. موهای قهوه‌ای‌اش نه کوتاه بود و نه بلند و زن جوری آنها را آراسته بود که گویی می‌گفتند من آدم تجارتم، فکرشم نکن با من در بیفتی. زن مثل یک دونده دوی استقامت لاغر بود، با بازوهای نازک و پاهای نحیفی که از زیر دامن آبی مارکدارش پیدا بود. چشمانش از جراحت‌های تسکین نیافته کهنه و از هرج و مرجی که اخیراً شرکت مورد علاقه‌اش را آلوده بود غمگین بود. هنرمند همچنان که با گوشواره‌اش کلنجار می‌رفت گفت: نمی‌دونم، بالاخره 3 سالی ازش گذشته. وای خدای من، عجب صحنه بدی بود. به عمرم همچین چیزی ندیده بودم. خانم کارآفرین همانطور که نشسته بود دستایش را روی بلوز کرم رنگی که پاپیون بزرگ و سیاهی به طرز زیبایی روی یقه آن قرار گرفته بود گره زده و شروع به توضیح کرد. من اولین بارمه که همچین جایی میام. زیاد به این جور چیزا علاقه ندارم. و بعد با لحنی جدی و رسمی ادامه داد: اما خیلی از اطلاعاتی که اون درباره خلاقیت میداد، اون هم تو عصری که وسایل الکترونیکی تمرکز و قدرت تفکرمون رو از بین بردن، خوشم اومد. حرفاش باعث شدن بفهمم که باید حسابی حواسم به اطلاعات مفید و به درد بخورم باشه. زن در اصل مایل نبود حال و هوایش را با کسی به اشتراک بگذارد و قطعاً این حرفها را برای محافظت از تصویری که ارائه داده بود میزد. خانم تاجری که آماده بود تا از پله‌های ترقی بالا برود، هنرمند که نگران به نظر می رسید گفت: کله‌اش حسابی پره. خیلی کمک ها بهم کرده. هنوز باورم نمیشه الان چی شد. همه چی سورئال بود. نه. مرد هنرمند در اصل یک نقاش بود. کارهای سخنران بزرگ را برای ترفیع آثارش و بهتر کردن زندگی شخصیش دنبال می‌کرد. اما به هر دلیلی که بود به نظر می‌رسید نیروهای شیطانیش بر ذات والایش برتری داشتند. بنابراین مدام و به ناچار در مسیر بلندپروازی‌های قدرتمند و ایده‌های اصیل و فوق‌العاده‌اش خرابکاری می‌کرد. مرد نسبتاً چاق بود. ریش‌بزی داشت. بلوز مشکی و شلوارک بلند سیاهی پوشیده بود که تا زیر زانوانش می‌رسید. پوتین‌های مشکی با کفی لاستیکی به پا داشت.
از همانهایی که استرالیایی ها معمولاً میپوشند و تیپ منحصر به فرد مرد را کامل کرده بودند. یک خالکوبی بی نظیر مانند آبشار روی دست و پای چپ مرد وجود داشت. یکی از آنها نوشته پولدارها شارلاتانند و دیگری جمله‌ای از هنرمند مشهور اسپانیایی سالوادور دالی با مضمون من مواد نمیکشم من خود موادم بود. مرد بی خانمان با صدایی بلند و آزاردهنده از چند ردیف پشت سر هنرمند و کارآفرین گفت سلام بچه ها. آمفی‌تئاتر کم کم از جمعیت خالی می شد. گروه پشت صحنه با سر و صدای هرچه تمامتر مشغول خالی کردن صحنه بودند و کارکنان همایش زمین را جارو می زدند. در پس زمینه آهنگی از نایتمرز آن واکس به آرامی پخش می شد. هنرمند و کارآفرین رفقای جدید به محض چرخیدن با دسته‌ای موی آشفته و صورتی که انگار از چندین دهه پیش اصلاح نشده بود و لباسهای چرک و ژنده روبرو شدند. کارآفرین با صدایی به سردی یخهای قطب شمال پرسید بله، کمکی از من برمیاد. هنرمند با دلسوزی جواب داد سلام داداش، اوضاع چطوره؟ مرد بی خانمان بلند شد، از میان صندلی‌ها عبور کرد و کنار آن دو نشست و در حالی که زخم روی یکی از دستهایش را میکند گفت به نظرتون طرف کارش تمومه؟ هنرمند در حالی که بافت دیگر مویش را در دست میچرخاند پاسخ داد نمیدونم، امیدوارم زنده باشه. غریبه ژولیده دوباره گفت رفقا، شماها از این سمینار خوشتون اومده؟ منظورم حرفای اون پیرمرده است. هنرمند سریعا پاسخ داد شک نکن، من عاشق کاراشم. با وجود اینکه عملی کردن حرفاش سخته، اما چیزایی که میگه همیشه به درد بخوره و البته قدرتمند. خانم کارآفرین با شک و دودلی گفت من خیلی مطمئن نیستم. میدونید خیلی از حرفایی که امروز زد رو دوست داشتم، اما در مورد یک سری از مسائل هم قانع نشدم. فکر کنم یکم زمان لازم دارم تا بتونم هر چی امروز شنیدم رو حذف کنم. مرد بی خانمان جمله‌اش را با یک آروغ شروع کرد. به نظر من که طرف خیلی کار درسته. من که همه ثروتم رو از حرفای اون دارم. تازه به خاطر اونه که الان دارم از قشنگی‌های زندگی درجه یک هم لذت میبرم. اکثر مردم منتظرن یک اتفاق ماورایی تو زندگیشون بیفته. این مرد بزرگ به من یاد داد که آدمای استثنایی خودشون باعث میشن اتفاقهای باور نکردنی زندگیشون بیفته. این مرد نه تنها فلسفه محرمانه عملی کردن بزرگترین رویاها رو به من یاد داد، بلکه تکنولوژی، فنون و ابزاری مهم به هم داد که با اونها تونستم اطلاعاتم رو به نتایج عالی تبدیل کنم. دیدگاه انقلابی این مرد درباره این که چطور برنامه روزمره زندگیمون هر روز خلاق‌تر از روز قبل باشه به تنهایی تغییر فوق‌العاده‌ای توی رشد کسب و کارم داشت. روی پیشانی مرد درست بالای ابروی راستش رد زخمی مانند بخیه به چشم می‌خورد. ریش وحشتناکش خاکستری بود و گردنبندی مهره‌ای شبیه تسبیح هندوهای مقدس در معبد برگردن داشت. اگرچه بزنی‌هایش باعث می‌شد خلق و وضع به نظر برسد و با وجود اینکه از ظاهرش پیدا بود سالهاست که کارتون خواب است، نوعی قدرت غیرعادی در صدایش موج می‌زد و اعتماد به نفس یک شیر در چشمانش دیده می‌شد. خانم کارآفرین در گوش هنرمند زمزمه کرد یه خلوچله به تمام معنا، اگه اون ثروتمنده پس منم مادر ترزا. هنرمند به آرامی پاسخ داد میدونم چی میگی. به نظر دیوانه میاد، ولی یه نگاه به ساعت عتیقه‌اش بنداز. مرد بی خانمان که به نظر میرسید در اواخر دهه 60 سالگیش باشد، روی مچ دست چپش یکی از آن ساعت‌های گران قیمتی بسته بود که مدیران سرمایه‌گذاران در انگلستان هنگام حضور در مهمترین شام‌های کاری به دست می‌بندند. زمینه ساعت به رنگ 7 تیر رولور بود و قاب ضد زنگی دور آن را احاطه کرده بود. عقربه بزرگ آن به باریکی سوزن و به رنگ قرمز بود
و عقربه کوچیک نارنجی غروب آفتاب را تداعی می‌کرد. این نشان افتخار چشمگیر را بند لاستیکی مشکی و پهنی کامل می‌کرد که به این ساعت لوکس حسی شبیه به ظاهر یک غواص را می‌داد. کارآفرین متفکرانه گفت: کم 100,000 تومان می‌ارزد. روز بعد از ارائه اولیه سهاممون یک سری از کارمندان همچنین ساعتایی خریدند. متاسفانه ارزش سهاممون به شدت افت کرد، ولی اونا ساعتهای لعنتیشون رو نگه داشتن. مرد خانه به دوش همچنان که مچ دستش را میچرخاند پرسید: خب بچه ها، کدوم قسمت از صحبتهای این مرد بزرگ رو از همه بیشتر دوست داشتید؟ شروع صحبتاش که درباره روانشناسی نبوغ بود، یا اون نمونه های باور نکردنی در مورد خلاقیت میلیاردرها که وسط حرفاش بهشون اشاره کرد، شاید همون بخشی که در مورد تاثیر فوق‌العاده عصب شناسی بر عملکرد اشخاص بود، از همه بیشتر تحت تاثیر قرارتون داد. حتی ممکنه تئوری که کمی قبل از اون به پایان در دراماتیک مطرح کرد احساساتتون رو برانگیخته باشه. نظریش در مورد افسانه‌ای شدن در حین خدمت به منافع بشر رو میگم. در اینجا مرد بی خانمان چشمکی زد و نگاهی به ساعتش انداخت. خب رفقا، واقعا به هم خوش گذشت، اما من یاد گرفتم که زمان یکی از ارزشمندترین چیزهاییه که حواسم باید همیشه بهش باشه. به قول وارن بافت، سرمایه‌گذار درجه 1 ثروتمندان روی زمان سرمایه گذاری میکنن و فقرا روی پول. به خاطر همین نمیتونم بیشتر از این باهاتون وقت بگذرونم. یک جلسه داخل جت روی باند پرواز دارم. میدونید که منظورم چیه؟ کارآفرین فکر کرد حتما توهم زده و رو به مرد شروع به صحبت کرد. احتمالاً باید این رو هم یادتون باشه که بافت گفته بود من کت و شلوارهای گرون قیمتی میخرم که توی تن من ارزون به نظر میرسند. به علاوه این که واقعا دلم نمیخواد بیادب به نظر برسم، ولی من حتی مطمئن نیستم شما چجوری تونستید وارد همچین جایی بشید. نمیدونم اون ساعت گرون رو از کجا آوردید و در مورد کدوم جت صحبت میکنید. در ضمن میخوام ازتون خواهش کنم هرچه سریعتر دست از این مدل حرف زدن در مورد اتفاقاتی که در همایش افتاد بردارید. چیز خنده‌داری وجود نداره. من حتی شک دارم اون آقای جنتلمن هنوز زنده باشه. هنرمند همچنان که دستی به ریشه بزیش میکشید گفت: کاملا موافقم. اصلا جالب به نظر نمیاد و سوالی که برام به وجود اومده اینه که چرا این مدلی صحبت میکنید؟ مثل موج سوارها. مرد بی خانمان در دفاع از خودش گفت: هی آروم باشید بچه ها. اولا که من واقعا موج سوارم. تمام سالهای نوجوانیم روی تخته موج سواری در مالیبو گذشت. اون جایی که من قبلا موج سواری میکردم الان دیگه منطقه ممنوع است و به خاطر همین الان بیشتر روی موجهای کوچکتر تو خلیج تمارین سرگرم میشم. جایی که احتمالا شما دوتا کوچولو هیچ وقت از نزدیک ندیدید. کارآفرین با رنگی پریده پاسخ داد: حتی اسمشم هم نشنیدم. شرط میبندم تو قاطی کردی. و دوما من همیشه در دنیای تجارت اوج موفقیت بودم. در عصری که شرکت‌ها میلیاردرها درآمد دارن ولی در آخر هیچی تو چنته ندارن، مجموعه شرکت‌های من همیشه سوددهی بالایی داشتن. چه شوخی بی‌مزه‌ای دیگه. هیچی تو این دنیا سر جای خودش نیست. همه جا حرص و طمع به چشم میخوره و خبری از احساسات اصیلی نیست. صدای مرد با هر کلمه اوج میگرفت و قوی‌تر میشد. و سوم این که یک هواپیما اون بیرون منتظر منه روی یک باند آسفالت، همین نزدیکی ها، و از اون جایی که باید هرچه زودتر بروم. یک بار دیگه ازتون میپرسم، فقط و فقط برای این که دلم میخواد بدونم شما دوتا از کدوم قسمت از ارائه سخنرانی بیشتر از همه خوشتون اومد؟ هنرمند پاسخ داد: خب راستش از تمام قسمت‌هاش. اونقدر دوست داشتم که کلمه به کلمه حرفای این پیرمرد استثنایی رو ضبط کردم. مرد بی خانمان دستش را به علامت تهدید بالا آورد و به هنرمند اخطار داد: این کار غیر قانونیه. این کار میتونست از لحاظ قانونی دردسرای زیادی برات درست کنه. و خانم کارآفرین اون را تایید کرد.
این کار خلاف قانونه. چرا همچین کاری کردی؟ هنرمند شروع به صحبت کرد. چون دلم میخواست. چون حس کردم دوست دارم این کار رو بکنم. من کاری رو میکنم که دلم میخواد. قوانین فقط برای شکست شدن ساخته شدن. میدونین؟ پیکاسو گفته باید قوانین رو مثل یک حرفه‌ای بلد باشید تا بتونید اونها رو مثل یک هنرمند زیر پا بگذارید. من باید خودم باشم، نه یک گوسفند بزدل که فقط کورکورانه گله رو در مسیر ناکجا دنبال میکنه. بیشتر مردم به خصوص اونهایی که حسابی پول دارن هیچی نیستن به جز یک مشت کلاهبردار. حتی سخنران پیر هم گاهی میگه یا خودت تو اندازه دنیا کن یا تغییرش بده، چون نمیتونی هر دو رو با هم داشته باشی. خلاصه این که من کل کنفرانس رو ضبط کردم. میتونید بهم شلیک کنید. حتی زندانم جالب به نظر میاد. احتمالاً اون تو کلی آدم خفن میبینم. مرد بی خانمان گفت خوبه. از تصمیمت خیلی خوشم نیومد، اما از ذوق و شوقت چرا؟ خیلی خوب، ادامه بده. بذار ببینم دیگه کدوم قسمت‌های سمینار تو رو سر ذوق آورده. هنرمند گفت هرچی ضبط کردن باعث میشه مختون سود بکشه. و بعد دستش را بالا آورد و تتویی از جیمی هندریکس، گیتاریست نابغه، با تمام جزئیات آشکار شد. عبارت وقتی قدرت عشق بر عشق قدرت غلبه کند، جهان به آرامش میرسد. بالای صورت ابرستاری درگذشته به چشم میخورد. هنرمند اضافه کرد آماده باشید که قرار چیزهای باحالی بشنوید. خانم کارآفرین در حالی که از جایش بلند میشد مرد را تشویق کرد. یالا بگو ببینم چی تو چنته داری. خودش هم نمیدانست چرا، اما چیزی داشت درونش تغییر میکرد. تغییری جزئی اما عمیق. با خودش فکر کرد شاید دنیا داشته منو خرد میکرده تا به الماس درونم برسم. حضور در این همایش، ملاقات با هنرمند، شنیدن سخنان آن مرد بزرگ، حتی با وجود اینکه با بخش‌هایی از صحبت‌هاش موافق نبود، باعث شده بود تا به این نتیجه برسد که اتفاقاتی که در رابطه با کارش تجربه کرده بود شاید نوعی آمادگی برای رسیدن به تعالی بود. کارآفرین هنوز مردد بود، اما حس می‌کرد دریچه‌ای درونش باز شده و احتمالاً رو به رشد و تعالی بود. پس به خودش قول داد به جای عقب نشینی همین مسیر را دنبال کند. موجودیت قبلی زن دیگری سودی برایش نداشت. زمان تغییر رسیده بود. زن درباره نقل قول مورد علاقه‌اش از تئودور روزولت فکر کرد. انسان مهم و ارزشمند، شخص همیشه منتقد نیست، یا کسی که اشتباهات افراد بزرگ را می‌شمارد و اینکه کجای کار را می‌توانستند بهتر انجام دهند. اعتبار اصلی از آن کسی است که جرأت قدم گذاشتن به داخل گود را دارد، کسی که صورتش پوشیده از غبار و خون و غرق شده بود، کسی که دلیرانه می‌جنگد، اشتباه می‌کند و بارها کم می‌آورد، چون تلاش واقعی همواره با خطا و کمبود همراه است. قطعاً کسی که برای هر کاری جهت و کوشش به خرج می‌دهد، کسی که اشتیاق بزرگ و فداکاری‌های بی‌منت را می‌شناسد، کسی که خود را وقف انگیزه‌های ارزشمند می‌کند، کسی که در اوج در انتظار فتح قله‌های موفقیت است و در بدترین حالت می‌داند که حتی اگر شکست بخورد با چنگ و دندان جنگیده است. نباید با افراد سرد و ترسویی که نه پیروزی و نه شکست را می‌شناسند در یک جایگاه قرار بگیرد. او همچنین عباراتی را که از سخنران بزرگ یاد گرفته بود به خاطر آورد. چیزی مثل لحظه‌ای که بیشتر از همیشه احساس می‌کنید باید تسلیم شوید، دقیقاً همان زمانی است که باید خودتان را مجبور کنید تا رو به جلو حرکت کنید. خانم بازرگان با خودش خلوت کرد و قسم خورد که تا زمان پیدا کردن پاسخ سؤالهایش، حل کردن مشکلاتش و تجربه کردن روزهایی بسیار بهتر به جستجو ادامه دهد. در آن لحظات امیدواری در عمق وجودش موج می‌زد و نگرانی‌هایش کوچک و کوچکتر می‌شدند و صدای آهسته خود متعالیش در گوشش زمزمه می‌کرد که ماجراجویی فوق‌العاده‌ای چشم انتظارش بود. پایان فصل 3. ممنونم از همراهیتون.